سلام سجاد جون، چطوری؟ قربونت، سلامت باشی. تو خوبی؟ مخلصم، قربونت. خوشحالم قسمت اول در واقع که میشه دومین قسمتمونو نه قاطی باتی شد. قسمت قبل زیرو بود الان. آره، قسمت یک که میشه دومین قسمت پادکست داریم ضبط میکنیم. خیلی خوشحالم. دقیقاً منم همینطور خوشحالم که اومدیم دوباره. آره واقعا. خب گویا قرار شده پس بای ویکلی این انجام بشه، هر 2 هفته یه بار. آره 2 هفته یه بار دیدیم که بهتر برای جفتمون جواب میده. بعد تو بینش هم فرصت خوبیه که فیدبک ها رو بگیریم دیگه. ما همین الانش هم با اینکه خیلی ویو بالا نبود یه سری فیدبک از بیشتر بچهای نزدیکتر دوستامون گرفتیم دیگه. دقیقاً. خب میخوای خودمون رو معرفی کنیم که شروع کنیم؟ بریم. آره معرفی کن. سلام به همگی، من سجادم، یک کارآفرین برنامه‌نویس از فرانکفورت آلمان. منم امیدم و برنامه نویس هم بودم ولی الان بازی سازم از تهران. و به پادکست هیچکست قسمت یکم موضوع ایمپاستر سیندروم گوش میدید. ایمپاستر سیندروم من قبلیارم گفتم بیا ذره فارسیش بکنیم، فارسی ترش بکنیم. من این یکی اصلا نمیدونم یعنی چی ایمپاستر سیندروم، یعنی معنی کلمه ایش. تو میدونی؟ ببین، ایمپاستر میشه کسی که خودشو جا زده جای یک کس دیگه. خب وقتی که چیزی رو داری القا میکنی که نیستی، این میشه ایمپاستر. سیندروم ایمپاستر، حالا این هر سندروم دیگه ای، وقتی که عموما مثلا یک چیزی است که تکرار پذیر، آدم‌های زیادی هستن که اینو دارن و برداشت من البته این شکلیه که سندروم معنیش اینه. البته اون اپیدمیه. سندروم احتمالاً معنیش میشه مثلا این شکلیه که به خاطر یک شرایط خاصی این احساس به تو القا میشه که تو یک ایمپاستر هستی. حالا این ترجمه و فهم من از ایمپاستر سیندروم هم این شکلیه که وقتیه که تو در واقع احساس میکنی که کافی نیستی و خودتو جا زدی، یک چیزی القا کردی از خودت که اون چیزه در واقع واقعی نبوده. این برداشت من از ایمپاستر. حالا تا داشتی اینا رو میگفتی من یه سرچ زدم. ایمپاستر دقیقاً کسیه که خودشو نوشته به قصد فریب جای کس دیگه جا میزنه و این حسو منم داشتم از این تعریف. البته و سیندروم هم که میشه علامه مشخصه مرضی داری بهش میگن سیندروم. خب من یه تعریف دیگه یعنی شبیه همین یه تعریفی شنیدم که جالب بوده برام. کلا ایمپاستر سیندروم و ترس از لو رفتن خودت به عنوان شیاد تو جمع بعضیا معرفی کرده بودن. این ترس رو به عنوان ایمپاستر سیندروم میگفتن. یعنی احساس کنی که تو متعلق به اون جمع نیستی، اون مثلا چیزی که راجبت میگن لایقش نیستی، موفقیتی که به دست آوردی و لایقش نیستی، بر اساس مثلا شانس بوده یا روابط بوده. حتی مثلا میگن که اگه مثلا یه دانش آموز اگه نمره خوبی میگرفته، مثلا میگه که چون معلمم من دوستم داشته، تو ذهن خودش میگه حتما مثلا چون دوستم داشته من نمره بالاتر داده و اینه که مثلا من اونقدر مثلا دانش آموز خوبی هم نیستم. منم احساسی که دارم نسبت به این کلمه دقیقاً همینه که این احساس، یعنی مثلا وقتی که این کلمه رو به کار بردم دقیقاً توی موقعیتی بوده، تو کانتکستی بوده که این احساس رو داشتم که منی که تو این جمع هستم لایق بودن تو این جمع رو ندارم و دیر یا زود اینا میفهمن که من چقدر چیزایی که فکر میکنن هستم نیستم و آره این در واقع چیزیه که منم احساس میکنم از ایمپاستر سیندروم. داری ایمپاستر سیندروم داری؟ آره دارم. یه چیزی هم هست که میگن کیه که نداره. اینم سوال مهمیه برای من و اینکه حالا بازم میگم من اینو قبلا دیده بودم، الان به روز نیست اطلاعاتم، ولی یه جای خونده بودم که حالا اگه اشتباه نکنم بین 70 تا 80% آدما حداقل یه بار تو طول زندگیشون احساس ایمپاستر بودن رو میکنن. بعد خیلی عدد بزرگیه
از اون طرف به عنوان بیماری روانی هم شناخته نشده، یعنی نمیشه به صورت علمی رفت سمتش رو درمانش کرد. یعنی خیلی از آدمایی که اینا رو دارن برو خب نه ادامه بده، ببخشید واسه حرف. آره چون ما یه ذره فکر کنم به خاطر گوگل میت و اینا لیتنسی هم داریم، یه ذره ممکنه تو حرفم بپریم یا برعکسش، یعنی یا مثلا دیرتر از هم صحبت بکنیم. اینو می‌خواستم بگم که خیلی از آدمایی مثلا که موفقن اتفاقا تو زندگیشون این ایمپاستر سیندروم رو تجربه میکنن. یعنی اون بعد مثبتش هم جالبه. آدمایی که مثلا مثلا توی دانشگاه خیلی خوب هستن، تو کارشون خیلی موفقن. یه بار با یکی صحبت می‌کردم، مثلا میگفتم با یکی از بچه‌ها راجعش حرف می‌زدیم، میگفتم مثلا تو کسی که حالا مثلا خیلی موفق نیست، مثلا هوملسه، تا حالا دیدی بگه من ایمپاستر سیندروم دارم مثلا؟ میدونی؟ چون اصلا وارد اون لیگ انگار نمیشه. نمیدونم درست میگم یا نه. من دقیقاً می‌خواستم به همین اشاره کنم. میگم یکی از دلایلی که ایمپاستر سیندروم معنا داره اینه که تو احساس می‌کنی یه جایگاهی داری که واسطه حالا تخصصت یا برداشت دیگران ازت به اون جایگاه رسیدی و این جایگاه هم دوست داری هنوز داشته باشیش، چون اگر کرم نکنی که این جایگاه رو داشته باشی باز یه خورده اونقدر معنا پیدا نمیکنه که ایمپاستر سیندروم بخواد باشه و دوست داری کماکانی داشته باشی، ولی میدونی که دیر یا زود اینا میفهمن که تو اینقدر هم خفن نیستی، جایگاه رو زیادی آره دقیقاً آره. و خودت فکر میکنی همش که اینا دیر یا زود میفهمن و من این جایگاه رو دست میدم به واسطه اینکه تو این جایگاه اصلا از اول نبود. آره میترسی اکسپوز بشی تو جمع دوستات، مثلا بفهم بگن تو که میدونی انگار که میخوای نگه داری اون چیزا رو، وجهی که پیششون داری. و حالا چیز خیلی جالب اینه که احساس میکنم از بچگی هم شاید تو تربیت بچه ها خیلی نقش داره مثلا این داستان. چطوری؟ یعنی این که مثلا ببین مثلا این که هم نمیدونم حس کردی یا نه، ولی من گاهی حس کردم که مثلا تو مدرسه همیشه شاگرد اول بودی، چه میدونم معلم‌ها اینطوری میکنن، مثلا میگن این درسه که برای فلانی کاری نداره، مثلا اینا هی باعث میشه که تو هی بخوای کیپ اپ کنی با این استانداردها و تعریف‌ها و حرفایی که همه دارن میزنن. مثلا تو یه امتحان خیلی سخت دادی، سرویس هم شدی تا بتونی مثلا یه نمره بالا بگیری، اونقدری بهت ارزش نمیدن که میگن که خب این چون تو باهوشی تونستی دیگه، میدونی در مادر مثلا انتظارش مینیمم انتظارش اینه که مثلا تو 20 بشی و اینا باعث میشه که به نظرم احساس میکنم اینم هست که شروع میشه تو زندگی تو بچه‌ها از اون اوایل زندگی و میگن که یعنی تو ذهنش میگه که خب الان اینا میفهمن اگه من این سری نمرم بالا نشه مثلا میفهمن که دفعه پیشم شانسی مثلا بالا شدم 20 شدم مثلا. و به نظرم خیلی عمیقه این نقشه بچگی و تربیت و چیزی که از جامعه ما میاد. مثلا تو جامعه سخت‌کوش و جهان سوم احساس میکنم بیشتر، مثلا ژاپن و اینا، کره شنیدم که خیلی شدیده و مثلا اون موفق بودن هست سمت جهان اول هم هست منظورم. جهان سوم خودم گفتم و در کنارشون آدمایی که بعد از جنگ جهانی و این داستانا ژاپن اون دوره مثلا احساس میکنم خیلی همه زور میزدن که ما الان میخوایم مثلا مهاجرت کنیم مثلا بریم توی کشور جدید، تو بعد مثلا بتونی مثلا هی تو این جامعه هی بری بالا موفق بشی. یه همچین چیزایی فکر میکنم خیلی از سمت پدر مادر میاد. تو جهان اول از یه بعد دیگه میاد، ولی فکر کنم بچگی تو جهان سوم خیلی تو جهان سمت ما در واقع خیلی شدیدتره. اتفاقا این چیزی که گفتی برای من جدید بود، خیلی هم جالب بود، من تا اینطوری بهش فکر نکرده بودم و به نظرم درسته، چون وقتی که از بچگی هم تو بهت القا شده که مثلا هستی برای همین انتظار میره ازت، تو آره. یه خورده ریسک اینو داری که نکنه اینا بفهمن که من واقعا نیستم، چون اونو که اونا به تصن از اول لیبلشو زده بودن. ولی یه کمی که مثلا سوال پیش میاد برای من همینجا اینه که خیلی از مواقع مثلا توی این مثالی که الان زدی من درس خوندم که ریاضیم خوب باشه، یه وقتایی هم ژنتیکه، یا مثلا من راحت‌تر میتونم مفاهیم ابسترکشن مثلا ریاضی رو بفهمم یا چیزای این شکلی یا مشابه اینا. یه چیزای دیگه تو زندگی هست مثلا این برنامه‌نویس بودن من خب الان تقریبا یه 15 سال بیشتر هست که دارم برنامه‌نویسی میکنم و
توی کانتکست های مختلف برنامه‌نویسی کردم، محصولات بسیار مختلفی رو ساختم و با این حال یعنی خیلی تلاش کردم عملاً تا اینقدر که بلد باشم. ولی با این حال مثلا وقتی که اومده بودم تو این شرکت باز احساس اینو داشتم که ایمپاستر هستم، یعنی با اینکه خودم رو لایق این میدونستم از یه طرفی به خاطر تلاش هام، ولی از طرفی هم هنوز مطمئن نبودم، یه خورده این احساس رو داشتم که ایمپاسترم. ولی برخلاف اون بچگی که شاید به اندازه الان خودم رو لایق نمیدونستم، مثلا واقعا هم اینطوریه که خیلی لیبل ها من زده شده به خاطر قد بلندت انتظار ازت میره بسکتبالیست باشی، یا مثلا به خاطر یه ویژگی خاصی ازت یه انتظاری میره که اون کارو بتونی انجام بدی. آره این بر همین که قابل تأمل این چیزی که گفتی در مورد بچگی که آیا واقعا همین ریشه اونه یا نه، ولی با این حال این که حتی پرتلاش باشی واسش و مثلا فرض کن یه دونده‌ای که خودشو کشته سالها داره میدوه، ولی باز این احساس ممکنه بهش القا بشه وقتی توی تیم حرفه‌ای‌تر میره، مثلا میره توی پرو لیگ، میره مثلا توی مرحله بعدی از زندگی حرفه‌ایش، بعد اون موقع باز همچین احساسی ممکنه داشته باشه که نکنه اینو بفهمن که من واقعا این تو این حد خفن نیستم مثلا. ببین من یه کورلیشنی هم بین این و سلف استیم میبینم و حالا نمیم باز اینا یه ذره دیسکلیمر که من نه مطالعات خیلی عمیقی راجع به مباحث روانشناختی این داستانا دارم، صرفا تجربه شخصیمه و برداشتای خودمه. حالا سجادم نمیدونم چقدر، حالا خودت میتونی توضیح بدی که مطالعه راجع به این موضوع داری یا نه، ولی چون تو امروز من به کارم میاد و دوست دارم که امروز مثلا آدم موفق تر و بهتری باشم، باعث شده یه ذره مثلا راجع به مسائل فکر کنم و حالا گاهنم خوندم. نسبت به سلف استیم به نظرم سلف استیم همون فکر کنم اعتماد به نفس میشه دیگه، درسته؟ سلف استیم آره فکر کنم تقریبا درست. آره من میترسم اینا رو چرت و پرت بگم. مثلا میدونی یه آدمی که باز آخه من بازم اعتقاد دارم سلف استیم هم از سمت پدر مادر شروع میشه، یعنی حالا میتونه بعدن هم به دست بیاد، ولی یه سری از بچه‌ها از بچگی اون اعتماد به نفس رو وقتی دارن انگار که از پدر مادر احتمالاً میاد و من این دوتا رو کورلیشنی بینش میبینم. یعنی احساس میکنم اون کسی که اعتماد به نفسش کمتره معمولاً اون احساس ایمپاستر هم میکنه. باز دوباره این هم اینجوری من بهش فکر نکردم و به نظرم منطقی هستش، چون خیلی ها من میدونم که اعتماد به نفس زیادی دارن و حتی خودشونو گاهن، حالا گذاری هم بزنیم به اون قسمت قبل که در مورد این بودش که میدیوکریتی مثلا با این حال طرف خودشو خفن می‌دونه، پرفکشنیستی و اینها، شاید طرف اگر خودشو مثلا بگه که اوکی من میدونم هنوز چقدر بالا سرم خفن وجود داره، باقی میفهمن که من در سطح اونا نیستم. ولی کسی که مثلا اعتماد به نفس زیادی داره و کسی که در واقع خیلی همچین به نظر خودش خیلی خوبه و دنیا واقعا واسش کمه و کوچیکه، تو این حالت احتمالاً شانسی که ایمپاستر سیندروم بگیره کمتره. منطقی به نظر میاد اگر همچین من ندیدم کسی که اعتماد به نفس بالایی داشته باشه خیلی و احساسشو بیان بکنه در مورد ایمپاستر سیندروم، حتی اگر داشتم تعاملش با من بیان نکرده که همچین چیزی رو. حالا یه چیز عجیب‌تر برای من، یه سواله، یعنی می‌خواستم نظر تو چیه، اینکه آیا ایمپاستر سیندروم فقط یه سیندرومه یا واقعا یه آدمایی هستن که ایمپاسترن؟ مثلا خیلی خودم براش جوابی دارم، نمیدونم حالا چقدر درسته، جواب تو رو دوست دارم بشنوم. سوالم فهمیدی چیه؟ من به نظرم گزینه 2 که یک سری آدم هستن که واقعا ایمپاسترند، ولی اونهایی که ایمپاستر نیستند و این احساسو دارند اونا تو مفهوم ایمپاستر سیندرومه. واسه اون آدم هایی که ایمپاستر هستند خب احتمالاً، یعنی احساس من کلا دارم میگم و حالا شاید قطعی نگم، ولی به نظر من که آره اونا ایمپاستر سیندروم دارند، اونهایی که واقعا شاید لایقش باشن. شرکت اتفاقا آندر ولیو میکنه، حالا اینم بعدن یه نکته هستش بی ربط به موضوع الان، ولی شرکت ها وقتی که استخدام میکنند مثلا میان میگن که اوکی ما میخوایم یه فضای پیشرفت بذاریم، چون یه نگوشیشنه، همیشه شرکت میدونه تو از سطح کف دیگه از این پایینتر نیستی و از این هم دیگه بالاتر نیستی،
یه رنجی تو ذهن خودش داره از سطح تو و این تو ذهن شاید یه حقوقی مپ بشه توی این سطح. تو هم واسه خودت یک سقفی قائلی و یک کفی قائلی. اگر سقف تو که هستی واقعا از کف اونها پایین تر باشه، اصلا توی اینا مچ نمیشه، احتمالاً شما استخدام نمیشی و مچ نمیشی. توی اون جایی که این دوتا مثلا اوورلپ میکنه با هم دیگه، اون فضای دامنه بینش جای نگوشیشنه. شرکت میخواد پایین ترین حالت ممکن، تو میخوای بالاترین حالت ممکن رو داشته باشی. برای همین حالا شرکت ممکن اصلا آندرولیوت هم بکنه، یعنی به نظر شرکت شاید از این خفن تر باشی چیزی که هستی در واقع، و اون شرکت در واقع علل حساب گفته که بذار روم فور ایمپروومنت، فضایی برای رشد، اینها هم واسه کارش قائل بشیم. اولش که میاد بالاترین سطحی که جا داره استخدامش نکنی. ولی با این حال باز میری تو اون کار احساس ایمپاستر داری، یعنی با اینکه شرکت حتی داونگریدت هم کرده، ولی باز تو یه خورده احساس میکنی که نکنه من باز اینو بفهمن که اونقدر خفن نیستم تو کاری که دارم انجام میدم. آره. حالا یه خورده چیز شد، بحث منحرف شد، ولی سوالی که پرسیده بودی که ایمپاستر وجود داره، که قطعا ایمپاستر وجود داره. یعنی یک سری ها هستند، مخصوصا الان ویزای استارتاپی خیلی مد شد. اصلا اینهایی که میرن توی اکسلریشن پروگرام ها برای اپلیکیشنشون یک ویزا شکل، یک در واقع استارتاپ حتی خریدن گاهن یا یک چیزی ساختن که فقط بتونن باهاش مهاجرت بکنن و اینها. خب اینا ایمپاسترن در واقع، خودشونو دارن جا میزنن جای یک انتیتی استارتاپ واقعی. به معنای واقعی ایمپاسترن و اینا خودشون هم میدونن که ایمپاسترن. اون سازمانی که ولی فیلینگ ایمپاستر سیندروم ندارن. نه اینا فیلینگ ایمپاستر سیندروم ندارن. البته شاید هم داشته باشن که لو برن، آخ نکنین اینو بفهمم من استارتاپ هم واقعی نیست. شاید هم همچین چیزی اتفاق بیفته براشون که مثلا توی فضایی که اصلا واقعا ایمپاسترهایی هستن که ایمپاستر سیندروم هم دارن. نکنه الان آفیسر بفهمه که من در واقع، ولی شاید کلمه سیندروم براش مرض، نه شاید نه ایمپاستر سیندروم آره سیندرومش قرار نمیگیره. دقیقاً ببین ایمپاستر سیندروم فکر کنم دقیقاً اون آدمای موفقی ان که موفقیتشون رو خیلی خودشون رو لایقش نمیدونن، یه همچین چیزیه و همیشه میترسن که یه رازی دارن که این رازشون اینه که لایقش نیستن و این لو بره انگار که اینطوریه. و به غلط همینو دارن چون مرضشونه، از همون سیندرومی که گفتی در واقع. درست. نه ولی ایمپاستر پس قطعا داریم. یعنی من کانتکست زیادی به ذهنم میرسه که آدم‌ها خودشون رو جا میزنن جای چیزی، مرد هزار چهره و کچ بی فیکن و اینا مثالای فیلمی ایمپاسترهای مختلفی هستن که آدم میتونه گاهن خودش رو یه چیزی القا بکنه، یا مثلا میرن خواستگاری همه چیز دنیا رو فرادن دیگه. آره دیگه فراد محسوب میشه در واقع. ولی خب ایمپاستر دیگه خودش رو جا میزنه. یعنی در واقع احتمالاً طبق اون تعریفی که از ایمپاستر کردیم، همین مفهوم ایمپاستر شامل این آدم ها. مثلا فیلم زدی پس مثلا بازی هم بزنه امانگاس. امانگاس دقیقاً همون آخرش که ایمپاستر فلانی برنده شد. آره ایمپاستر رو باید پیدا بکنیم تو اون بازی. آره دقیقاً. حالا اون چیز جالبی که مثال زدی گفتی، حالا دفعه پیشم گفتیم، منم یه گریزی میخوام بزنم به اپیزود قبلی که بحث پرفکشنیسم و اینا اومد وسط. این چالشی که من بردارم اینه، میخواستم بگم که به نظر میاد که پرفکشنیسم یه کوپینگ مکانیکیه برای که در اثر ایمپاستر سیندروم به وجود میاد. یه آرگومنت بزرگ. ما رو جلو ببینیم چی میگی. دارم سعی میکنم اصلا بفهممش که شکلی، یعنی تو احساس میکنی تو پرفکشنیست میشی چون که احساس ایمپاستر بودن داری. درست. متوجه شدم. آره به نظرم این همیشه کم بودن و همیشه کافی نبودنه باعث میشه که یک از علتاشه دیگه. آره. شاید یکی از درهای ورود به پرفکشنیسمه. قبول دارم. یعنی میشه گفت همه پرفکشنیست ها ایمپاستر سیندروم ندارن. آره من موافقم، چون مثلا بخش زیادی از پرفکشنیستا واقعا مثلا اصلا تو کانتکستی نیستند که اصلا احساس ایمپاستر بودن ندارن. آره. آفرین به جاجمنت. این کلمه مهمیه به نظر من. جاجمنت خیلی با کسی که ایمپاستر سیندروم داره خیلی درگیر جاجمنت بقیه است. دقیقاً.
یا دغدغه یعنی داره، حتی اگر دیگران هم جاجش نکنن. آره. این آدم دغدغه داره که دیگران چجوری منو دارن جاج میکنن، توی چی جاجش میکنن. مفهوم. آره خیلی زیاده اتفاقا. الان که گفتی احساس کنم خیلی رو دیدم که اصلا اینطوری طرز فکرشونه، اینطوری اصلا شروع میکنن به فکر کردن اگه این کارو بکنیم اون فلانی چی ممکنه بگه. آره بسیار موافقم. حالا من یه سوالی دارم، چون تو حالا گفتی که موضوعمون رو ایمپاستر سیندروم انتخاب بکنیم، دلیل خاصی داشتش که الان بولده این مفهوم تو ذهنت؟ دلیلش راستش اصلا من داشتم راجع به خب مسئله یه سوتی هم من دادم. الان چیز در واقع تنظیمات آیفون و اینا الان فعاله که اینطوری کنی قلب نشون میده و واسه من نمیدونم به هر دلیلی توی OBS قلب اومد بالا. اب نداره. حالا نمیدونم چطوری تو قلب رو حذف کنیم. نه یعنی نمیدونم دفعه بعدی حداقل قلب دیدیم خیلی زایه از قلب رو کات میکنیم. اگه دیدیم نه میذارم تو اکسترا. خلاصه نمیدونم چند تا قلب مرتال فرستادم واسه جمع. اوه زیاد پس یه بار نه. اب نداره. خب ببخش. پیام صلح و دوستی آوردیم. خب پرید تو بگو حالا چی می‌خواستی بگی؟ گفتی چرا راجع به موضوع که آره فهمیدم. انتخاب کردی. ببین من به نظرم میاد که خیلی چالش بزرگی برای خیلی از آدما دور و برم خیلی میبینم اعتماد به نفس پایین داشتم. فهم کنم چرا آدمایی که انقدر موفقن اعتماد به نفسشون پایینه. و به نظرم ایمپاستر خیلی زیاد بود دور و بر من. مثلا آدم ایمپاستر واقعی یا ایمپاستر سیندروم؟ نه ایمپاستر سیندروم. آدمایی که اچیومنت درست حسابی دارن ولی همین که قبول نداشتنشون باعث میشه که اونقدری پیشرفت نکنن. کلا من الان دغدغه‌ام با پیشرفته راجع به خودم و آدمای اطرافم و به اینا چون فکر می‌کردم گفتم بیام راجعش با هم صحبت بکنیم. احتمالاً خیلی از آدمایی که شاید این پادکست رو گوش بدن هم ایمپاستر سیندروم دارن، چون به نظر من آدمایی هستن که اصلا رفتن به سمت موفقیت. کسایی که یه اچیومنتی دارن که اصلا به این فکر میکنن که نفهمه کسی، میدونی؟ بعد اون وقت این یه مانع خیلی بزرگیه برای اینکه جلوتر بری. حالا گفتم پرفکشنیسم، پروکرستینیشن یا به تعویق انداختنم به نظرم باز کورلیشن یکی از شاید کوپینگ مکانیزم های فارسی و انگلیسی هم قاطی شد اصلا. یعنی اینکه تو کاراتو هم هی به عقب میندازی. اینم احساس کردم که ذره شاید به اون مربوطه. حالا دلایل خیلی زیادی داره. به قول تو پرفکشنیست هم همه آدما همه پرفکشنیست هم اینطوری نیستن که احساس ایمپاستر سندروم داشته باشن، ولی به نظرم اینا رو اگه بتونیم دیتکت بکنیم و تارگتش بکنیم خیلی کار بزرگیه. اگه بتونیم تو خودمون پیدا بکنیم. حالا این پادکست به درد کسی هم بخوره دیگه خیلی باحال‌تره دیگه. بگو. عالی. حالا می‌خواستم بگم که اتفاقا می‌خواستم اینو چالش کنم. آیا ایمپاستر سیندروم بده یا خوبه؟ یا خوب یعنی این همون بحث سری قبلمون که در مورد پرفکشنیست بودش که به نظر تو مطلق بد بود و من میگفتم که گاهن این میتونه خوب باشه و البته قانع شدیم که من قانع شدم که اون مینیمم کوالیتی که قابل قبول هست در قبول و تمام صحبتایی که توی اون پادکست قبلی کردیم، یعنی پرفکشنیسته به خودی خود بد بود و تو باید بار قبولی سطح قبولی مثلا کیفیت رو اونجا رو ببری بالا اگر اون مشکل منو داری. ولی توی این مثال الان دوباره ایمپاستر سیندرومه که نتیجهش میشه من پرتلاش‌تر باشم که چیزی که به نظر خودم ندارم، یعنی من باورم، یعنی احساس میکنم من یه چیزایی رو باور دارم ندارم و میخوام لو نرم، برای همین تلاش میکنم که اون چیزایی که به نظر خودم ندارم حتی اگر انتظار واقعا طرف مقابلم نیست اونا رو به دست بیارم قبل از اینکه اون بفهمه و این به دست آوردن اونها هم باعث رشد میشه. آیا این آره. بعد ایمپاستر سیندرومه یا اوکیه قابل قبوله که آدم‌ها داشته باشن؟ چون من واقعا اونقدر مشکلی ندارم با اینکه همیشه دارم
خیلی خودمو سرزنش نکردم که ایمپاستر سیندروم چیز بدی بوده توی زندگی. اگه دیتکتش بکنی و بتونی به قول خودت تبدیلش بکنی به نیروی محرک و شده، به نظرم نتایج خیلی جذابی داره. ولی خب اون اذیت همیشه هست، اون حسه همیشه هست. به نظر من اگه آدم بتونه درمان بکنه ایمپاستر سیندرومشو، به نفعش اوورالی. خب ولی به قول تو این نتیجه رو داشته که آدمایی که ایمپاستر سیندروم دارن اتفاقا آدمای خیلی موفق ترین، آدمایی که دارن اوورورک میکنن، اوور تایم، آره هم هر جفتش، دارن خیلی خیلی تلاش میکنن، تخته گازتر میرن که مثلا برسن به اون چیزی که حداقل انتظاره هست از بقیه و باعث میشه که برن جلو. خب ولی باز اون آرامشه به نظر من باید به دست بیاد و یه جایی بفهمی که بتونی برای خودت جشن بگیری. یعنی به نظر من آدمای ایمپاستر اول به جای اینکه مثلا یه موفقیتشون جشن بگیرن، اول فکر میکنن خب این که چیزی نبود، حالا دفعه بعد که اینطوری نمیشه. الان میشینن مثلا انگار دوباره برمیگردن سر کارشون به شدت بیشتر و اینا شروع میکنن به کار کردن. یعنی این ممکنه که این اووردرایو رفتنه یه جایی صدمات وارد بکنه با آدم، شاید مثلا برن اوت بکنه آدمو. اتفاقا اینطوری به نظر ممکنه بیفته. ولی نتیجه ایمپاستر سیندروم اینه که اتفاقا پیشرفت میکنه، اتفاقا خفن ترین آدمی میشه که تو همون شرکت هست و هی بخواید بیشتر باورت نمیشه. میگم بابا تو خیلی خفنی، میگی نه مثلا من که چیزی نیستم فلان اینا. و خیلی جالب. حالا برعکسش هم خیلی از اینایی که برعکسش رو ازشون بپرسین اینطوری نمیگن، میگن خب پس فلانی چی؟ میگه نه اون مثلا چیه اسمش، مثلا اون مثلا بگه که مثلا یه همکارش بگیم اون چی، بگه نه اون خیلی زحمت کشیده، اون فلانه. اینم هست اتفاقا. یعنی بقیه هم بالاتر از خودش همچنان تو همه زمینه‌ها میدونن. به نظرم خیلی اذیت میشه. ولی این کیس منم هست. یعنی مثلا من الان حالا مثال خودم بزنم که چطوریم. توی شرکتی که الان هستم شدم استاف سافر انجینیر و با خودم دارم میگم که من الان مثلا توی بار شرکتی که الان هستش استاف سافر انجینیر یه معنایی داره، ولی اگه من برم مثلا توی کل اینداستری، مثلا برم توی متا، خود الفابت، گوگل، توی این شرکت هایی که واقعا اسپرس دارن، چون بالاخره اینا داکیومنت میدن بیرون، کتاب هستش استاف پلاس پث و از این جور چیزا که آدم حالا میتونه یاد بگیره که استاف سافر انجینیر چیه. نوع چیزهایی که توی اون کتاب بیان شده اصلا مسائل شرکت ما نیست که نیاز داشته باشه به اون سبک حل بشه. و من میگم که خب من تو اون شرکت ها استاف نیستم و میدونم که اگر مثلا به خودم بخوام شروع کنم بگم استاف مثلا خوشحال باشم که استاف سافر انجینیرم، واقعیت نیست. تو استاندارد شرکت فعلی ممکنه تو استانداردش بدم نیست، من استاف سافر انجینیرم. یعنی لیگی که دارم توش بازی میکنم همچین چیزیه و تو لیگ بعدی به نظر خودم اون جایگاهو ندارم و احتمالاً اگه برم شرکت همین حالا دور شرکت درستابی یه روزی بخوام کار بکنم اونجا، اگر منو بکنن استاف سافر انجینیر، بر اساس تمام چیزایی که از روش کاریشون خوندم احساس میکنم کو تا من بخوام آنبورد بشم روی روش هایی که اینها دارن انجام میدن و ایمپاستر میمونم. این از ربط داره به، یعنی در واقع این مثالی محسوس هست از این مشکل ایمپاستر سیندروم یا نه؟ قطعاً ترکیبش هست کاملا، ولی کاملا پیور این مشکل شاید نباشه. نمیدونم تو خودت احساس کنی این مشکل صرفا از ایمپاستر سیندروم اومده؟ مثلا من الان تو شرکت اونایی که خیلی فکر میکنن که مثلا استاف هستم و دیگه آدم خفنی هستم، همش تو ذهن خودم میذارم تو سر خودم میگم که با استاف هستم. آره دیگه دنبال یه دلیل دیگه میگردی که اینگاه همش دنبال دلیل میگردی که حالا اوکی حالا اینا قبول کردن، بیرونیا چی؟ بازم از جاجمنت بقیه شاید داری میترسی. آره به نظرم هست، راست میگه. کلا خیلی مهمه این ایمپاستر سیندروم. این خیلی شایع و همه تو خیلی از رفتارامون انگار یه نمودی داره. ولی الان این بده. مثلا همین که الان مثال زدم، مثلا داون سایدش رو چی میبینی؟ که من مثلا میدونم که توی مارکت بزرگتر هنوز تو اون جایگاه نیستم، تو مارکت شرکت مثلا که تیم تک 200 نفره داره مثلا هستم، تو تیم تک چند هزار نفره نیستم. این نظرت ایمپلیکیشنش چیه؟ نظر من صرفا همون
عذابیه که شاید میکشی دیگه. شاید مثلا بهتره که این درمان بشه، تبدیل بشه به آگاهی و اینکه مثلا بگیم که خب من میدونم که مثلا نیازه که انقدر بیشتر کار کنم تا مثلا فلان جا باشم. مثلا میدونیم مثلا که من بگم من الان مثلا نمیتونم تو دیزنی کار کنم، مثلا حالا تو گوگل کار کنم یا هر جایی، بهتره که از دانش چراییش بیاد، یعنی دانش داشته باشم که بگم چرا نمیتونم، نه که بگم من فکر میکنم. نه لیاف کردن دیگه استخدام مدیر. نه مثلا بگیم که جز اونا اونی که میشه فرافکنی اصلا اینا مثلا کار خودشونه و اون موضوع یه موضوع دیگه است. مثلا بهتره که به نظر من همه چیز از دانش و از اینتنشنال بودنه بیاد. یعنی این که مثلا تو بدونی که نگی که من خوب نیستم، کافی نیستم، نه بابا اونا کی من رو استخدام میکنن یا هر چیزی. اگه بتونی مثلا بولت پوینت بگی که این به این علت و به این علت من رو استخدام نمیکنن و اون علت ها غیر از علائمی باشه که ایمپاستر سندروم داره، به نظرم منطقیه. علت های تکنیکال مثلا باشه. یعنی من اینطوری دوست دارم. به نظرم ایمپاستر سندروم رو باید با اینکه فوایدی داره که به قول تو باعث میشه که هی پیشرفت بکنی، هی بری، هی بخوای کیپ اپ بکنی با اون انتظاره، ولی در بلند مدت به نظرم جواب نمیده. یعنی همون اوورورک و اوور تایم زندگی تو گذاشتن و در نهایت مثلا برن اوت شدن و اینا رو داره. احساس همینا. من شخصا احساس کردم این مثلا درایوری بوده که همون صحبت دیگه که کردیم که من ازش نیرو گرفتم که یاد بگیرم، اولا بفهمم که کل مارکت چجوریه. یعنی شاید خیلی ها هستن که وقت نذاشتن که مثلا برن شرکتی که میگن بابا بگیم ما گوگلیم. این جمله رو من خیلی هم زیاد شنیدم. مثلا میام به طرف میگی که بابا این استاندارد و بار، مثلا میپرسن چرا الگوریتم و دیتا استراکچر داری سوال میکنی، میگم بابا به خدا اگر یه شرکتی کار کنی که وب اپلیکیشن ننویسی و بخوای واقعا مسئله برنامه‌نویسی حل کنی، دیتا استراکچر الگوریتم هر روز کار میکنه، هر روز به کارت میاد. مگه ما گوگلیم؟ مگه این واره هستش که همیشه بیان میشه. ولی کسی که کلا وقت میذاره و نگاه میکنه که مارکت چجوری داره کار میکنه و خودش رو یه قرار میده، یعنی این در واقع خیلی ربط داره به همون پرفکشنیسم. مثلا تو میدونی پرفکت مارکت چیه، یا حداقل اگه اون پرفکت مطلق نباشه ولی یه باری هستش که خیلی بالاست و تو خودتو همیشه با اون میسنجی و جای پیشرفت تو میدونی چقدر داره. قفلت نمیکنه چون بالاخره حداقل تو کیس من قفلم نکرده. من دارم الان کارم انجام میدم و به واسطه اینکه دارم هی مطالعه میکنم، یاد میگیرم، سعی میکنم خودم رو تو این کارم رشد بدم. ولی این مطمئنم که واقع بینانه دارم، یعنی ببخشید حالا مطمئنم که نمیتونم باشم ولی احساس میکنم که واقع بینانه دارم این کار رو انجام میدم که قضاوت کنم. و به نظرم قضاوت واقع بینانه از قضاوت تخیلی که آدم خیلی خودشو باد کنه و خود پامپ کنه خودشو، اینها بهتره. برای این هامبل بودن ایجاد میکنه آدم یه خورده تو تعاملاتش هم چیزتره، خیلی با خضوع بیشتری در تعامل با دیگران، خیلی خوش از بالا پایین نگاه نمی‌کنه. یاد میگیری از دیگران، همیشه فرصت یادگیری هنوز میبینی. ولی اگر مثلا این بدونی که فرصت یادگیری هست و توی این موقعیت‌های دنیای واقعی خیلی چیزها بالا سر تو هستش، این جایگاهو داری. وقتی فکر کنی خفنه کاری، عین اون برنامه‌نویس تکیه که تو شرکت میگه هیچ کس اندازه من حالیش نیست، من خفن جمعم و همچین وضعیتی. مثلا خشوع نمیکنه. آفرین، خضوع و خشوع نداره. نه به ایمپاستر نه به خضوع. من میخواستم بهت بگم که بیا راههایی که به نظر میرسه درمانش کنیم و بگیم، ولی تو اصلا داری حال میکنی با ایمپاستر سیندرومت. آره من میگم آخه ایرادش اول ببینیم واقعا ایراده این چیزی که الان هستش یا همینجوری داری میری بالا. آره همینجوری ببین به نظرم طیف داره. خب طیف داره.
اگه یه آدمی که از کار زندگی میندازتش و باعث میشه که مثلا درجا مثلا احساس کنه که اگه من مثلا فلان کار بکنم همین موقعیتم هم از دست میره، مگه من فلانم، مثلا نتونه تو شغلش بره بالا. مثلا یه آدمای اینجوری مثلا لاک میشن توی موقعیت شغلشون، نمیترسن مثلا برن جای دیگه، مثلا برن یه جای شرکت بهتری، میگن نه با کی منو میخواد. میدونی این دیگه این حالت خیلی میزربل و خسته اون آدمی که ایمپاستر سیندروم داره. حالا تو داری ازش اینو لورج میکنی میبری خودت بالا، ولی احتمالاً ایمپاستر سیندروم کمی داری از نظر من. کمی که به قول خودت داری آره احساس میکنم داری کنار اومدی با این قضیه، نمیذاری جلوتو بگیره. به نظر من اصلا درمانش هم همینه، یعنی به نظرم باحاله اون حالا فروتنیه نمیدونم با ایمپاستر سیندروم چجوری میاد، خضوع و خشوعه. اگه مربوط باشه خب چیز خوبیه تا اون حد. راست میگی شاید هم نه مربوط نیست. مربوط نیست. احساس میکنم آدمایی هستن که اصلا حس کم بودن ندارن ولی فروتنن. طرف مثلا اگه بخواد پاش بیفته میگه که حالا من اینجا چیزی نگفتم، ولی اگه لازم بود مثلا طرفو علاوه علمی هم میذاشتم کنار مثلا، ولی اونجا مثلا فروتنی کرده که نگفته. به نظر من یه چیزی که در کل ایراد داره. فروتنیش واقعی نبوده. نه بیشتر انگار که آره فروتنی که از ایمپاستر سیندروم بیاد واقعی نیست احتمالا. حدس میزنم دیگه، من اینقدر قاطع حرف میزنم، این دیسکلیمره هست دیگه، من کلا نظرم الان دارم میگم. نه اوکیه، بیشتر واقعا هم این بحثی که به نظر حرف قاطع نگاه داره. نظر دیگه به نظرم فروتنی، به نظرم هر چیزی اینتنشنال بودنش با ارزشه. یعنی که تو فروتنی میکنی بدونی که داری فروتنی هم میکنی. نه که صرفا فروتنی میکنی چون به نظرت تو آدم کمتری هستی باید فروتنی بکنی مثلا. یعنی ارزشش هم بیشتره دیگه. من مثلا خودم حالا باز تو خودم دارم قضاوت میکنم، خیلی از بارها اتفاق میفته که توی شرکت طرف مقابلم یه حرفی که میزنه بعد باور دارم که من خیلی با اون آدم فاصله دارم و چون باور دارم خیلی باهاش فاصله دارم، یعنی من احساس نمیکنم حالا ایمپاستر، یعنی خودمو جا نزدم تو جایگاهی که هستم، یا شایدم با اینکه من ساعتم نزدیک اون ساعته ولی احساس میکنم شاید خودمو جا زدم، شایدم هنوز ایمپاستر باشه، ولی احساس میکنم اون آدم خیلی باسواده و چون اینو تو ذهن خودم دارم که این آدم باسواده، خیلی سعی میکنم ساکت باشم، گوش کنم، بفهمم اون آدم چی داره میگه تا بتونم درک بکنم و اون جایی که احساس کنم که من حالیم الان توی نسبت به این آدم میتونم منتور باشم یا میتونم دانشمو منتقل بکنم، اتفاقا اون جاهایی هستش که شاید وسط حرف طرف میپرم، شاید یه خورده سعی میکنم قاطعانه. تو این پاستر سندروم نداری بابا، جمع کن. فکر نکنم تو فوقش خضوع و خشوع داشته باشی. خودتو قاطی این پاستر سندروم شاید نسان آقا بفهمید. فکر نکنم ولی دعوت کنی آره. مثلا توی این میدونی وقتی که فکر میکنی توی اون جایگاهه که قرار گرفتی مناسبش نیستی، میخوای یاد بگیری و میخوای سریعتر تو اون جایگاه قرار بگیری، همون چیزی که اولش داشتیم میگفتیم. و وقتی که احساس کنی که نه اتفاقا من خیلی هم با ارزشم و من جایگاهم حقمه اینجاست و حتی شاید کم هم بهم دادن چیزی که الان هستش و اینها، یه خورده حالت طلبکارانه تری هم شاید داشته باشی از محیط اطرافت و از تمام چیزهایی که هست. و تو این حالت یه خورده کمتر کار میکنی، شاید مثلا یه خورده شاید اینطوری با خودت فکر میکنی که اینا که اصلا حالیشون نیست، یه همچین چیزهایی. یعنی من احساس میکنم که جفت این چیزهایی که گفتی درسته و تو آدم ها هست، ولی به نظر من نتیجه مستقیم ایمپاستر سندروم نیست. میدونی چطوری به ساید افکتشه. یه آدمی بدون ایمپاستر سندروم هم میتونه مغرور باشه و پیشرفت نکنه، میتونه هامبل باشه و
بره بگه من بیشتر میخوام یاد بگیرم. ولی ایمپاستر سیندروم یه ساید افکتی که داره اینه که تو رو میبره اون سمت فروتنه و باعث میشه که احساس کنی عقبی و بخوای بهش برسی. به نظر من ساید افکته، ولی تو با آگاهی و دانش هم نسبت به خودت میتونی به اون جایگاه برسی. حالا نه دانینگ کروگر به نظرت به این ربطی داره یا نه؟ یعنی اون نموداری که میگه که بر حسب دانش آدم نسبت به تجربهشه، درسته؟ در واقع اعتماد به نفس اعتماد به نفس یه محورش اعتماد به نفسه، درسته؟ آره، یه محورش هم سوادته، مثلا عمودی اعتماد به نفسه، افق سواد. میدونی مثلا لازم نیست ایمپاستر سندروم داشته باشی که آدم فروتنی باشی. به نظر من کافیه که دانشتو ببری بالاتر و بفهمی که از تو بالاتر هم هست، پایین‌تر هم هست و نسبت به مثلا یه جایگاهی که مثلا احساس می‌کنی نسبت به آدم مختلف فروتنی بکنی. مثلا نسبت به پایین‌تر هم معمولا فروتنی میکنن دیگه، نه؟ نمیدونم. آره، تو باید نسبت به پایین‌تر فروتن باشی. این واقعا آره. نسبت به بالاتر از خود فروتن هم البته خوبه، ولی معمولا اتفاق میفته. آره، معمولا خود به خود اتفاق میفته. من یه چیزی که در خودم فکر میکنم و خودم رو قضاوت میکنم اینی که اگر ایمپاستر سیندروم ندارم چرا میخوام داشته باشم؟ چرا دارم با ارزشش میکنم و ادعا میکنم که من ایمپاستر سیندروم دارم؟ میدونی؟ یا هر کس دیگه‌ای که توی این موقعیت باشه. این الان یه سوالیه که برای تو ذهن خودم داره شکل میگیره که چرا همچین ادعایی دارم میکنم ولی ببین تو اگه احساس میکنی خودت باید به کسی ثابت بکنی، یکی از مهمترین علائمشه که داری اینو دکتر شدم. آره. من باید خودت به کسی ثابت بکنی. خب باید حسری بیا داروهاتو بگی. پول نره یا نه فقط قرص داری کمه به نظر من، کنترل شده است. ببین مثلا من یه کاری که انجام میدم از بچگی هم داشتم، هر چیزی که ازش میترسم خودم میندازم وسطش. مثلا من خیلی خجالتیم، حالا اصلا به چشم نمیاد، یعنی آدمایی که با من تعامل میکنن این سجاد که میره پرزنت میکنه، سجاد که مثلا داره همه جا حرف میزنه، میره درس میده، هر کاری که دارم انجام میدم چطوری میتونه خجالتی باشه؟ یوتیوب داره، تئاتر بازی کردم، ولی هر دفعه قلبم از دهنم داره در میاد وقتی که استیج فرایت خیلی خفن دارم، از قبلش استرس میگیرم و خودمو سعی میکنم به خاطر اون مشکلی که دارم که خجالتیه توی این موقعیت، حداقل موقعیت ها رو از خودم نگیرم، فرصت ها رو از خودم نگیرم، کامفورت زون خودم رو راحت بشکنم و برم جلو. شاید این کپی مکانیزم من باعث شده که تأثیرات منفی ایمپاستر سیندروم یا خجالتی بودن تو حالا اون قصه قبلی اینا همش کم رنگ بشه، زندگی منو به خلل ایجاد نکنه براش. و در حالت کلی به نظر فقط منم قسمت فقط درایورش برات مونده انگار. آره انگار مثلا درایورش هست، باور دارم که هست، چون من یادمه که اومده بودم تو شرکت روزای اول خیلی واقعا استرس، ناراحتی، 6 ماه اول تا خود 6 ماه مطمئن بودم که اینا بالاخره یه روزی من میگن که پروبیشن داریم، یه دوره آزمایشی 6 ماه اوله که بعد از این دوره 6 ماه بالاخره میفهمن که من مثلا آره من این قراردادم دائمی نمیشه، این پروبیشن رو رد نمیکنم و همش این استرس و ترس داشتم و نمود هم داشت، همش بیانش میکردم. خب خیلی راضی بودن از کارم توی همون 6 ماه اول، ولی مانع نشد از این که مثلا بخوام بیشتر تلاش بکنم. مانع که نشد هیچی، چنلش کردی که حتی بیشتر خودتو ثابت کردی. آره دقیقاً. و شاید هم این بخش مثلا توی شرکت یه مسئولیتی دوباره من سپرده بودن که من به نظر خودم اصلا آمادگیشو نداشتم، ولی میدونستم که تو زمانهای قبلم که یک چیز خفن یاد گرفتم وقتی بود که یک چیزی رو شروع کردم که اصلا هیچی راجعش بلد نبودم. این برای شرکت جذابه که الان هر جایی که احساس میکنه کسی رو نداره و باید این نفر ترین کنه، سجاد به عنوان کسی که میتونه سریع یاد بگیره، آن بورد بشه، بپره وسط، نمیترسه، شناخته میشه، چون عموم آدم‌ها این کارا رو نمیکنن که بپرن وسط چیزی که بلد نیستن. و اتفاقا من یه ارزشی پیدا کردم برای سازمان که ارزش منو برده بالا به عنوان فرد و این ایمپاستر سیندروم رو شاید اکنالج کردم احتمالاً
و یک تبدیلش کردم به اینکه اوکی این فکت راهکار منم اینه که یادش میگیرم دیگه، حالا کمتر هستم که هستم، مطمئنم کمترم، ولی میخوام چیکار کنم؟ میخوام به خاطرش خودم مثلا عقب بکشم از فرصت‌هایی که دارم، یا میخوام فرصت‌های زندگی رو به دست بیارم و این ایمپاستر سیندروم رو نادیده بگیرم و برم جلو واسش. و فکر کنم این باعث شده که خیلی تو زندگی یاد بگیرم چیزهای جدید، خیلی چیزهای متنوعی بخوام یاد بگیرم و نیاز داشته باشم. البته فرارم هست بعد از 2 سالم یادم میره، ولی تو اون وقته حداقل یاد بگیرم و انجام بدم. و شاید برای همینه که خیلی ملموس نیست توی تعاملات باهام، ولی من احساس میکنم که خیلی زیاد دارمش. خب یه چیزی که حالا به ذهن من میرسه این که شاید مثلا آن و آف میشه. یعنی ایمپاستر سندروم یه چیزی که مثلا چون تو محیط جدیدی بودی، توی حتی کالچر جدیدی رفته بودی، شاید مثلا تو اون دوره یهو بولد شده و بعد مثلا به حالت حتی آف شده، مثلا تقریبا یه ذره جلوتر که رفتی. یعنی یه چیزی که گفتم اولش، یه جای قبلا خونده بودم که میگفتن حداقل یک بار در زندگیشون تجربه میکنن 70% آدم مثلا، و این یه ذره اینو نشون میده که شاید تجربه میکنن، یعنی یه چیز دائمی نیست. مثلا گاهی تو مقاطعی احساس ایمپاستر سندروم بودن به آدم دست میده، اونم مثلا توی موفقیت بزرگی که شاید مثلا براش اونقدر مثلا جدید و تازه است. شاید مثلا تو ایمپاستر سندروم گاهن داری گاهن نداریم. همونطور که من الان یه جوری انگار دارم حرف میزنم که من ندارم کلا و راحتم برای خودم. دقیقاً منم به نظرم آنا آفی دارم تو مقاطعی از زندگی. حالا اتفاقا من احساس میکنم یه خودم به صورت مخدر در اومده. من الان اخیراً دارم یه استارتاپ واسه خودم میزنم دیگه، و توی استارتاپ خودم میتونستم، احساس میکنم بلد نیستم خیلی از چیزهایی که باید انجام بدم، و میتونستم بدون که به کسی بگم تو تایم خالی خودم بیام رو استارتاپم وقت بذارم، انجامش بدم تا چیز بشه، به یه جایی برسه و بعدش نشون بدم اینا کن مثلا این استارتاپ منه. حالا ولی من خیلی وکال بودم در مورد کاری که دارم انجام میدم و هر کسی که دیدم هی در موردش صحبت کردم، و الان همه منو میگه استارتاپ چی شد، در صورتی که خیلی هنوز نابلدی‌های من وجود داره و میدونم که بلد نیستم. یعنی اکانتبیلیتی دیگران شده درایور من میخوام خودم مثلا احساس کنم که شکست نخوردم. الان شاید تا حد زیادی این دغدغه من الان هستش که نشون بدم میتونم تولید بکنم، نشون بدم که به دیگران اثبات کنم، در صورتی که دیگران اصلا اینوالو نبودن. من خودم اینوالوشون کردم از همون روز اول با اینکه میترسیدم، و الان میخوام بهشون اثبات بکنم که مثلا تونستم همچین کاری انجام بدم. نمیدونم، شاید اصلا اینو به عنوان ادیکشن من احساس میکنم تو ایمپاستر سندروم تو لورج داری میکنی برای پیشرفت کردن. یعنی آگاهانه این تبدیل کردی به ابزاری، میدونی اینجا گذاشتی تو تول ستت که من اینم میذارم اینجا، هر موقع که دیدم خوب پیش نمیرم خودمو میذارم تو معرض قضاوت بقیه. به نظرم خیلی مثلا اپروچ عجیب و جالبیه که این کارو تونستی بکنی. ولی من خودم ترجیح میدم که همه چیز اینترنال باشه، یعنی برای خودم. یعنی من هر موقع احساس میکنم اگه فلان کار دارم میکنم به خاطر یه عامل خارجیه، اون کار تو چشم من بی ارزش تر میشه. حالا اینم دلیلی براش ندارم، ولی تو ذهن من اینطوری. من احساس میکنم همه چیز باید درونی باشه برای من، و اون چیزی برای من با ارزش میشه که اصطلاحاً مثلا چوبی بالا سرم نبوده باشه، ارزش شاید جای دیگه نگرفته باشه. جفتش هم شاید مسیرهای متفاوتی برای موفق شدن. شاید حالا میگم من اون مسیر رو برای خودم اصلا نمیپسندم، ولی خب تو استفاده داری میکنی، خیلی هم مثل که خفن داره جواب میده، ولی من اصلا توصیه نمیکنم به کسی انقدر تحت فشار عوامل اینطوری قرار بگیره. میگم واقعا آره دیگه، همین تا چقدر میتونی بری برن اوت مثلا ممکنه بشی. یعنی واقعا به نظرم یه چیزیه که مثل توربو ماشینه که مثلا تو این چیزا تا یه حدی تو رو میندازه جلو، ولی بعدش دیگه باید دوباره شارژش بکنی، و حالا چه اثری روت میذاره اینا در بلند مدت این چیزی شده که میبینیم. آره من واقعا میدونی من با خودم که فکر میکنم خیلی این تیکه آخر شباده شوخی بوده. نه آخه فکتم هست. نه خب تو آدم موفقی هستی، شاید این میتونیم. یه نکته جالبی هست، من با یکی از بچه‌ها صحبت میکنم، حالا حسین معزن، دوست داریم یه روزم بیاریمش با هم صحبت بکنیم. حسین مثلا
اینی که چیز میگه اصلا چی شد این مثال زدم از ذهنم پرید. تو آدم موفقی هستی. بریم حالا دوباره یا چی؟ به من گفتی تو آدم موفقی هستی. یادم رفت یه نکته می‌خواستم از حسین بگم که من همیشه چیزی اوکی. آره حالا برمیگردم بهش یادم بیاد. داره دفعه پیشم من یه چیزی می‌خواستم بگم یادم رفت دوباره. خب تو برو. آره بعد من یاد حرف خوبی بود. این چیزی که ولی کلا گفتی خیلی برای من جالب بود اتفاقا که خیلی شرایطی که برای خودم دارم ایجاد میکنم به خاطرش شاید واقعا هلتی نباشه. چون امروز هم داشتیم حالا صحبت میکردیم در موردش با بیتا که اونم میگفتش که چرا داری اینقدر مثلا تا مرز برناوت میری و مثلا من بلند شدم روز یک شنبه از تعطیل یه لیست بلند بالایی از تمام کارهایی که میخوام امروز انجام بدم و نوشتم. بعد میگفتش بابا اینا رو نباید هم انجام بدی، انتخاب داری میکنی که انجام بدی. بعد گفتم که خب اگر این دیسیپلین رو نداشته باشم توی این کارهایی که میخوام انجام بدم و نمیرسم به اون چیزهایی که میخوام باشم و اگر نرسم اون چیزی که ادعا میکنم هستم نیستم. ولی واقعا هلتی نیست. یعنی فشار بسیار زیادی رو خودم دارم قائل میشم و خیلی از خودم انتظارات زیادی دارم از همه نظر. هر روز مثلا که ورزش نکنم مثلا میرم به خودم میگم ای بابا امروز هم باز نتونستی، مثلا این تنبل بازی در آوردی، هر چیزی. خلاصه منم یادم آمد که حسین چی میگفت. خدا رو شکر. بحث این بود که من مثلا حسین یه زندگی لایف استایل خاصی داره، ساعتهای خیلی کمی میخوابه، خوابش مثلا خیلی مشخص نیست چه تایمیه، مثلا شاید نیم ساعت الان بخوابه بره سر کارش، دوباره مثلا نیم ساعت بعد از ظهرش بخوابه، یه چیز تایم خواب عجیب غریبی، زندگی خاص پرفشار عجیب غریبی. و به من همش توصیه میکنه که مثلا این مدل زندگی نکن و هلسی زندگی بکن و وگرنه تو بلند مدت نتیجه نمیده. و همیشه هم بعدش یه حرفی میزنیم، میگه البته من اون مسیر رو نرفتم که ببینم چی میشه. و منم میگم خب من این چیزی که دارم میبینم از حسین مثلا به نظر میاد که تاثیر اون لایف استایل، اونقدر فشار گذاشتن، اونقدر کار کردن. معمولا دیدی خیلی از آدما میگن من این مدلی زندگی میکنم ولی اشتباه، تو مثل من زندگی نکن. ولی خب یه چیزی هم هست واقعا، این تو هم گفتی من الان خیلی دارم زیادی دارم فشار میارم و رو مرز برناوت شدن و این داستانم. شاید واقعا اگه اون کارم نکنی اونقدر موفق نشی. یعنی هر چیزی تاوانی داره دیگه، خودمونیش. اینم هست. نمیشه توصیه کرد که زندگی مثلا یه آدمی نباید فکر کنه که اوکی من میخوام ایلان ماسک باشم، فقط اونقدری که اون بیدار نمیمونم، اونقدری اون کار میکنه کار نمیکنم، اونقدری که در نهایت باید ببینیم که اون مجموعه چجوری به دست اومده. شاید خیلی از موفقیت‌ها با همین اوورتایم کار کردن و انقدر فشار گذاشتن شاید اتفاق بیفته. نمیشه خیلی توصیه کرد. ولی خب آره که این فشارها خیلی فرق ایجاد میکنه. یعنی کسایی که این فشارها رو گذاشتن تمام البته باید ببینیم موفقیت رو چی تعریف میکنی. حالا اینم اصلا باید ببینی تو چی میخوای از زندگی، چی میخوای دقیقاً. چون نمیشه بگیم نمبر 1 بودن مثلا رنکینگ، هر رنکینگی یعنی موفق، تمام باقی لوزرن. این نیست. برای همین مثلا وقتی اسم میبریم ایلان ماسک به خاطر اینکه ثروتمندترین مرد دنیا هست بعضی بهش نگاه میکنن، بعضی به خاطر پروژه های امبیشسی که داشته، مثلا ماشین برقی را انداخته یا مثلا به عنوان کسی که میتونه فضا بره نورالینک رو بخواد بسازه یا چیزای این شکلی امبیشس بودنش رو به عنوان مثلا موفقیت نگاه میکنه. بعضی هم مثلا نمیدونم هر چیزی پاپولاریتیشو مثلا میان به عنوان موفقیت در نظر میگیرن. ولی موفقیت هر آدمی ممکنه هیچ کدوم از اینها نباشه و اینکه یک زندگی خوب داشته باشه، مثلا با خانواده‌اش و بتونه بره بیاد و با رفیقاش صمیمی باشن و دوست صمیمی تو زندگیش. من حالا به دث ویش و اینهایی که در واقع دث ویش که نه، این آرزوهای قبل مرگی که آدم‌ها دارند رو وقتی مثلا میشنوی خیلی‌هاشون در مورد ساختن روابط بیشتر و اینها دارن بیان میکنن تا موفقیت‌های متریالیستی که ما خیلی میشناسیمشون. ولی به هر حال اون موفقیت‌های متریالیستی معمولاً از تلاش زیاده. هر کسی که تو اکستریم‌های اون شکلی موفق میشه داره تلاش میکنه و
واقعا مثال های کمیه کسی که نابغه باشه. شاید یک تک و توک تو دنیا وجود داشته باشه، نمیخوام کلا مطلق نقص کنم، ولی همیشه دیسیپلین انگار به نبوغ چربیده و کسی که دیسیپلین داشته، پرتلاش بوده، خیلی burning the night oil در واقع انجام داده، اون بوده که در واقع تونسته موفق بشه. خب ببین اینجا فصل مشترکش با بحث قبلی ما ایمپاستر سندرومه این نیستش که این کارا خوبه یا به خاطر ایمپاستر بودن ما مجبوریم اینقدر کار بکنیم. من میگم گاهی ایمپاستر سندروم درایو میکنه آدمو به سمت اون موفقیت اکستریم. گاهی یارو نشسته برای خودش هدف چیده و فهمیده که اوکی من میخوام یه آدمی باشم شبیه ایلان ماسک مثلا و به خاطر این باید اینقدر کار بکنم. اینا برای همین گفتم به نظرم ساید افکت ایمپاستر سندرومه. شاید حتی طرف نمیخواسته ایلان ماسک باشه ولی اونقدری ایمپاستر سندروم بوده که مثلا چجوری کار کرده، عجیب غریب کار کرده که اصلا یه چیزی در لول مثلا ایلان ماسک شده. مثلا حالا ایلان ماسک مثال میزنیم من برای چی، ولی به عنوان آدم مثلا آدم موفق و آره دیگه مثلا به عنوان جهان مثلا تو جهان میشناسنش به عنوان موفق. آره مثلا به هر دلیلی آدم نمونه‌ایه. و به نظر من مثلا باز موضوع خودم اینه که من باز اینجا همون اینتنشنال بودن رو بیشتر دوست دارم. یعنی من آگاهانه تصمیم بگیرم که اینقدر به خودم فشار بیارم تا اون آدمه بشم. به نظر من این با ارزش‌تر از اینه که از ترس اینکه بقیه فکر کنم من خنگم اونقدر به خودم فشار بیارم و در نهایتش ایلان ماسک بشم. نکته من تو اینجاست، این فرقش اینه. چون که اگه خودت تصمیم میگیری تصمیم خودته، میتونی پاش وایسی بگی که من دلیلش اینجا بوده، اینجای زندگیم این تصمیم گرفتم و موفقیتت هم جشن میگیری. یکی از چیزایی که ایمپاسترها دارن اینه که تقریبا جشن خاصی برای موفقیتاشون نمیگیرن، چون همش میترسن که همینم فید بشه و بره، همینم همه بفهمن الکیه. ولی من وقتی که مایلستون میذارم قدم به قدم میام جلو و آگاهانه است انقدر فشاره که مثلا تو زندگی من خودم انتخاب کردم وارد کنم، هر قدمش هم میتونم جشن بگیرم دیگه. اینطوری همین این که مثلا با خودم شک میکنم که من ایمپاستر نیستم، مثلا من موفقیتامو خوب جشن میگیرم. حالا یعنی حتی لیترالی با آدم‌های دیگه پروموشنمو میرم بیرون جشن بگیرم. بچه‌ها پروموت شدم دوباره، حتی راجع به این وکالم به همه خبر میدم که پروموت شدم که بدونن که من دوباره تونستم یه مایلستون دیگه‌ای داشته باشم. و هنوز ادعا میکنم تو عجیبی سجاد، تو معلوم نیست چی. آره با یه قسمت نمیشه تو رو فهمید چی. باید بچه ها نظر بدن، بقیه آدم ها که میبینن ببینیم سجاد چیست. ولی من فکر کنم واقعا خیلی از اینهاش مکانیزمای دفاعیه که تو طول مدت به جنبندی رسیدم که یعنی خودم رو تعریف کردم. مثلا این که من باید آدمی باشم که بتونم از موفقیت خودم لذت ببرم و با خودم مثلا از خودم خوشم بیاد. اینو شنیدم، حتی اگر واقعا از خودم خوشم نمیاد و حالا بیتا که با من زندگی میکنه بیشتر آدمی هست که منو بشناسه، احتمالاً اون میتونه تر منو قضاوت بکنه که چه جوری مثلا با خودم برخورد میکنم. ولی رفتار و نمودم این شکلیه که اوکی من که از خودم خوشم میاد پس باید پروموشنمو جشن بگیرم، من که از خودم خوشم میاد پس باید توی استوری بذارم که دویدم و موفق بودم و خوشحالم از این دویدنم. منی که مثلا از خودم خوشم میاد باید در مورد کارهام و اینها صحبت کنم با همه و در مورد دانشمو شیر کنم، هر چیزی که دارم. ولی شاید از طرف دیگه ای اون ایمپاستر فیک باشه، من واقعا ایمپاستر اصلا نباشم، ذاتم واقعا این شکلی باشه و آره خیلی شاید عمیقه که بخوام فکر کنم که واقعا کدوم یکی از این هاست بیشتر، انتخابامه یا ذاتم به کدوم سمته. به نظر من اگه چیزی اذیتت نمیکنه بهش دست نزن دیگه. راه حل سادهش اینه. اون آندر ده هود رو بخوای باز بکنی خیلی عجیب ممکنه بشه. ولی تو الان فهمیدم کلش که ایمپاستر نیستی اصلا، درسته؟ من ایمپاستر سندروم سراغم میاد ولی میبرمش سمت آگاهی خودم. یعنی سعی میکنم که تبدیلش بکنم به یه سری سوالها که مثلا ببینم که حالا مثلا فکر کنم بریم سمت چیز کم کم جمع کردن بحث که طولانی نشه
و مثلا حالا جنبندی خودم هم حتی میخوام اینجا بکنم اگه تو بحث دیگه نداری. حالا ندارم. یعنی نه آره من موافقم. این نکته بود که به ذهنم رسیده بود که مثلا بخوام اگه زمانی بخوام مثلا بگم که این اپیزود مثلا به ذهنم رسیده بود که بخوام بگم خب برداشت ما از این داستان چی بود که این همه صحبت کردیم. به نظر من بردن، باز نظر خودم دارم میگم، بردن این حسای ایمپاستر هر موقع احساسش کردیم به سمت یه سری پرکتیس های مثلا مثبت و آگاهانه که مثلا بیایم تحلیلش بکنیم که بگیم که این حس از کجا میاد و با اهداف من چجوری مثلا سازگاره و بفهم که اگه ایمپاستر سیندرومه باش مقابله بکنم. مثلا اینکه اگه از یه چیزی خیلی ناراضیم بگم نه من خوب نیستم، مثلا ای بابا مثلا من یه لول مثلا تو بازیم طراحی کردم حال نمی‌کنم باش. خب این حس سراغ من میاد. آیا این از بد بودن اون داره میاد یا از اینکه میترسم بقیه منو قضاوت بکنن؟ آیا مثلا خودم ته ذهن خودم مثلا سعی کنی دیگه، میدونی اینا سخته، آدم تو لول‌های مختلفش یه سری چیزا رو پنهان میکنه انگار، ولی این پرکتیس کنکاش کردن خودم من دوست دارم و این کارو میکنم و سعی کنم ببینم اوکی یه وقت میفهم که تو همون مثال نه من خودم دوست دارم مرحله رو، یعنی خوشم اومده از این لول، از این گرافیک هایی که مثلا درست کردم این داستانو. بعد میفهم که خب این پس این چیزی که داره میاد نیازیه از تایید دیگران، یعنی پس من یه آدم دیگه ای لازم دارم که تایید کنه که خوشحال بشم. وقتی میفهمم که این ایمپاستر سیندرومه، اولین قدمه دیگه، همه چیز اولین قدم حل هر چیزی شناخت اینه که اون چیز هست یا نیست. اون وقته که نظرم راجع به این داستان عوض میشه، یعنی میفهم که نه پس اگه خوشحالی از اون چیز اجازه بده که خوشحال باشی، اجازه بدی که مثلا لذت ببری از اون و ادامهشو بذاری روی فیدبک گرفتن و این داستانا برای بهبود خودت. ولی به نظرم مرزش یه ذره تو این سوالا مثلا مشخص میشه. حالا میگم راهکار خیلی دقیق شاید نیست که آدم بگه که ایمپاستر سیندروم. آخرا من بین نتیجه رسیدم با حرفای تو که شاید در زمان خیلی چیز بدی هم نباشه تا حدی که بشه کنترلش کرد، ولی میگم من باز اون اینتنشنالیتی رو بیشتر ترجیح میدم، همه چیز از خودم بجوشه و همه چیز آگاهانه و انتخاب شده باشه. اینطوری نمام جواب سوالت. آره من فکر کنم جواب سوالم گرفتم. من جنبندی تا خیلی دوست داشتم، به نظرم منطقی بود توی این حالا بخوایم نقطه بذاریم روی پایین صحبتمون، چون خیلی به هر وری صحبت کردیم ولی به نظرم خوب جنبندیش کردی. دمت گرم. چیز دیگه ای داری که به نظر بخوای اضافه کنی ردیف؟ نه راستش آره فکر کنم یه چیزا تو ذهنم اومده که حالا شاید راجبش برم سرچ بکنم، تحقیق بکنم، ببینم این یه سری چیزایی که گفتم چقدر درست بوده. ولی آره من خودم الان چیزی که گام بعدی خودمه، تحلیل خودم شخصیه، یعنی برم به کارهای خودم فکر کنم. برو تو اتاق. ولی ببینم واقعا دارم، یعنی دوست دارم آگاهانه باشه همه چیزها و اصلا چیز بدی نیستش الزاما که دارم این کارو انجام میدم، ولی اگر بدونم دارم این کارو انجام میدم و اگر قدرتمه واقعا و ضعفم اگه ضعفم، این خیلی کمکم میکنه. و ممنون از این بحث که من الان یاد گرفتم در مورد همین واقعا من اصلا ایمپاستر هستم یا نه، ایمپاستر سیندروم دارم یا نه. حالا ایمپاستر که هستم ایمپاستر سیندروم دارم یا نه. ولی آره برم بیشتر ببینم که چرا با وجودی که ایمپاستر سیندروم احساس میکنم دارم، کماکان هر جا که آنکامفتبلم پیشفرض میپرم تو این آنکامفتبیلیتی، این مرض چیه من دارم. مرض خیلی جالب بود. آره اپروچ تو هم خیلی چیز جالبی بود. من اتفاقا اینم میخوام سرچ بکنم ببینم که آیا این هم کوپینگ مکانیزم هست یا نیست، این کاری که تو داری میکنی. خیلی چیز جالبیه که خیلی نتیجه خفنی هم داشته دیگه. شاید اصلا به اون معنی شاید واقعا درمان خاصی هم نداشته باشه. شاید واقعا اینه که بفهمیم یه چیزی هست و بتونیم یه کاری بکنیم جلو اون رو نگیره مثلا. دقیقاً. من فکر کنم کلا هدف این باشه که تو زندگیم واسه خودم دارم میگم که بدونم ضعفام چیه، بعد به خودم جنبندی برسم که ضعف رو اکسپت میکنم، مهم نیست برام، میخوام این باشه یا میخوام یه کاری در موردش بکنم.
و تصمیم میگیرم که اون چه برنامه‌ای خواهم داشت برای تغییر این وضعیتی که دارم. تو سعی میکنم تو زندگیم بعد برنامه‌ریزی کنم برای اونایی که میخوام عوضشون کنم و عوض کنم. همون صحبتی که قبلا هم تو یکم کردم که واقعا کاری نمیخوام یاد بگیرم که انجام ندم، برای همین میخوام تمرین کنم که اگر واقعا میپسندم این کار رو تغییر مثبت تو من ایجاد بکنه. آره خلاصه اینم چیز مهمیه که از شناخت خودم باید داشته باشم. دقیقاً خیلی عالی. آقا دم شما گرم. فکر کنم دیگه وقت کافی طولانی شد. بحث خیلی خوبی بود. خیلی دوباره از صحبت باهات لذت بردم. به منم خیلی چسبید. داره واقعا لذت بردم. دمت گرم. دمت گرم. شما قسمت دوم اپیزود هیچکست گوش دادید. فعلا صحبت کنیم با هم دیگه. فعلا خداحافظ. آره ان شاء الله. چکر. خداحافظ. تو برای همه عجیبی. استاپ کردی؟